اگر با جدول‌های ورد سر و کار داری و این 3 تا تکنیک رو بلد نیستی، داری کلی وقتت رو هدر میدی. اولین تکنیک، وقتی جدول طولانیه و میره توی صفحات بعد، عنوانش فقط توی صفحه اول دیده میشه. حالا میخوام که این ردیف عنوان رو توی همه صفحات هم داشته باشم. برای این کار کافیه به تب تیبل لیاوت بیام و روی گزینه ریپیت هیدر روز کلیک کنم. میبینید که ردیف عنوان به صورت خودکار بالای تمامی صفحات تکرار میشه. تکنیک دوم، این بی‌نظمی ستون‌ها و ردیف‌ها رو میبینی، فکر میکنی باید دستی تنظیمشون کنی؟ نه، با یه ترفند درجا مرتبشون کن. برای این کار جدولت رو انتخاب کن، مرز بین 2 تا از ستون‌های جدول قرار بگیر و دابل کلیک کن. و اما تکنیک سوم، وقتی که جدول طولانیه یا قرار 2 تا موضوع جدا رو نشون بدی، با یک کلیک نصفش کن. برای این کار ردیف مد نظرم رو انتخاب میکنم و از کلیدای ترکیبی کنترل شیفت اینتر استفاده میکنم. در ادامه برای قرار دادن ردیف عناوین بالای جدول دوم کافی انتخابش کنم، کلید کنترل رو نگه دارم، درگ کنم و اینجا رهاش کنم. این ویدیو رو ذخیره کن که برای کار با جدول‌های ورد همیشه دم دستت باشه.